سلام، حالتون چطوره؟ امروز یه روز واقعا پرماجرا بود برای ما، یعنی برای خودمون داستان درست کردیم. قرار بود که با امین بریم کیبورد و اون مثبت زیرش و اینا رو بگیریم براش که دیگه کامل بشه اون ست میز کارش، چون امین داخل خونه کار میکنه و باید همه چیزش استاندارد باشه دیگه داشتیم خورده اینا رو درست میکردیم. چقدر صدای جعبه میاد. آره خلاصه بعد رفتیم یه جا با یه قیمت خیلی خوب اون کیبوردی که دوست داشت رو گیر آوردیم، حالا براتون میذارم توی ویدیو، و مثبتش هم گیر آوردیم. و من گفتم حالا که اومدیم تا این منطقه جمهوری و اینا، بیا بریم ساندبار هم بگیریم دیگه. ساندبار میشه همین اسپیکری که وصل میکنیم به تلویزیون و یه بیس هم کنارش داره که براتون فیلم گرفتن و صدای تلویزیون خیلی بهتر پخش میکنه، چون صدای تلویزیون ما خیلی جالب نیست واقعا. یه جایی هم خیلی ویز ویز میکنه و اینا میره رو مخ. خیلی صدا رو با کیفیت میکنه. بعدم اینکه حالا سالی 2 بار یه تولدی مهمونی چیزی میشه، بالاخره برای همین 60 متر خونه خوبه دیگه صداش. یا آهنگی بذاریم یه قری بدیم. خلاصه که اینو گرفتیم. ساندبار که براتون فیلم گرفتم. کیبوردم میگیرم میذارم اول، یعنی همین وسط ها. خیلی خستم، مخم کار نمیکنه راستش. داغونی ها. دارم اینجا نوار خالی پر میکنم واقعا. آره بعد خیلی طول کشید، یعنی ما یک کنیم از خونه زدیم بیرون. الان ساعت چنده؟ ساعت تقریبا 9. مثلا ما نیم ساعت پیش رسیدیم خونه. واقعا ترافیک بود، واقعا شلوغ بود. تا برسیم اینجا خیلی طول کشید دیگه. برای شامم از کلانا، یه مغازه‌ای توی تهران اسمشون کلاناه، کلاب ساندویچ داره، سالاد داره و اینجور چیزا. سالاد گرفتم که تخم مرغ آبپز کنیم و اگرم دلم خواست زنم نودل کنارش. ما این ترکیب رو خیلی دوست داریم. بزنیم بر بدن، بعد با ساندبار قشنگمون ویدیو نگاه کنیم، تیوی ببینیم و اینا. درسته که واقعا خسته شدیم و خیلی گرم بود و ترافیک بود و این داستانا، ولی خیلی حال داد خداییش. آدم وقتی میره چیزایی که دوست داره رو میگیره و میاره تو خونه نصبشون میکنه، استفاده میکنه، واقعا خیلی حال میده. یه موقع هایی نمیشه مثلا باید سجزار اینترنتی بگیری یا کلن پنجرمون بازه خیلی صدای خیابون میاد، یا کلن مثلا اونقدری نباید براش بگردی و نیست مشخصه. هر چیزایی که اینجوری میری مثلا مدلای مختلف رو میبینی، تست میکنی، یکشو میخری میاری خونه، اونا خیلی حال میده. فقط لباس نیست که اینجوری حال میده، واقعا اینجور چیزا هم خیلی باحاله. ببخشید که پنجره رو نبستم و ویدیو گرفتم، من عذر میخوام. سعی میکنم نویزش رو بگیرم تو ویدیو، ولی به هر حال یه مقدار میفته دیگه. به بزرگی خودتون ببخشید. این الان کجاشه؟ این بیسه؟ بهش میگن بیس؟ آره اون بیس. به اینا هم خطاشه. به بسیار عالی. مرسی. خطاشو نشون بدم. بعدم بعد خطای خودت هم نصب کنی نشونم بدی. اون خطای خودم رو بعدش به خط بیامد. اجازه بده. مشکل میدونی که به وجود اومد؟ اون روزی که آقای نیومد که اینو بزنه توی دیوار تلویزیونمونو، همون روز مشکل ایجاد شد. به خب این یه ذره اینو باید باز کنم. چیو؟ اینو کامل باید باز کنم، نمای خوبی نداره.
شادم داره. سیمشو؟ شادم داره. سیمش نمای خوبی نداره؟ آها شاید داره. اگه گولش هم پشت اونجا اونجوری جالب نیست. خب ما بریم دیگه بریم مرحله تست. بریم. با حالا صداش دیگه به درد نمیخوره این دنیا. خیلی صداش خوبه. صدا کرد و بیشتر این سر و صدا به خاطر کسایی بود که بهش. اینجا یه فروشگاه به اسم تخت جمشید بود توی محدوده ونک و یکی از دوستان پیشنهاد داد سر بزنیم ولی اونقدر تخصصی چیزی که ما میخواستیم و نداشت ولی جاش با مزه بود دیگه. یه ذره براتون فیلم گرفتم. حالا از حق نگذریم جای خیلی باحالی بود، مثلا برای نوجوانا که بخوام برن سیستم جمع کنن برای بازیشون و اینا خیلی جای خفنی بود و چیزای باحالی داشت. اینجا هم پاساژ کامپیوتر ایران بود که کیبورد امینو از همینجا پسندید و گرفتیم. فول سایز نمیخوای؟ خیلی بزرگه. که میبینی ارتفاع ایناش این بخشا در واقع ازش کم میشه. قسمت زیرش هم ریسترس که گفتم بهش اضافه میشه. این قسمت رو که ما جا به جا میکنیم. وسط این مرکز کامپیوتره چه رستوران بامزه‌ای، کافی شاپ البته نوشته، چه بامزه است. خیلی باحاله. همش گله ها توش، گل و گلدون و اینا. خیلی بامزه است. مبارک باشه. به به. حالا همه اینا رو خریدی، زحمت کشیدی، خیلی قشنگه. با هم رفتیم گرفتیم ولی هیچی این آباجوره که من هیچی این پنکه که من برات اینترنتی گرفتم استیکر اکسوزم روش چسبوندم همین الان داغ نمیشه. هیچ کدوم واقعا نمیشه. وای چه نورایی میده، چقدر باحاله. نورا چیز میشه بعد بس چی به برنامهش عوض کنین تنظیمات شاره موستات هم که اینجوری و اونم جوری. نه واقعا جو اونم مینداختیم جاش خوب بودا. ما فکر کردیم که خیلی کوچیک میشه در صورتی که اشتباه کردیم ولی خب دیگه این خیلی دیگه خفنه. این تشه دیوایس چرا اد نمیشه؟ اینم باید بری به گل و گیاهاش برسی قشنگ سر حال و سبز بشه دیگه به ترکیب جاتت بخوره. خواسته که همین آقا مبارکت باشه ایشالله همیشه تو زندگیت موفق و پرروزی. ایشالله دست به موس میزنی طلا بشی، دست به خاک بزنی ایشالله دیگه ببینم کیه که کار نکنه اینجا. منم میام کار میکنم دیگه. الان منم دلم میخواد بیام اینجا یه پولی در بیارم. واقعا خیلی خوبه. آخ بنفش شد، صورتی شد، خیلی قشنگ. با این هماهنگه. هنوز ست نیست، میخوام ست. آهان یا علی خیلی خوشگله، بسیار زیبا. مبارکت باشه. سلامت باشه. قربانت. کاری نداری؟ قربان شما. خدا نگهدار. من دیگه چیزی ندارم. باشه برای بعد.